انیسی کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. سلام بینندگان عزیز. این لحظه و این ساعت مهمان خاندان شماست. برنامه انیسی کنج تنهایی از تلویزیون بهارستان. امروز ما صحبت داریم با گیرنده شاه جایزه آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در سال 2023 طاهری شکرانه. خوب شکرانه بانو، شما را با برنامه خوش آمدید میگیم. بسیار سپاس برای دعوتتان. سلامت باشید. اکنون بیایید خود را خوبتر معرفی کنید. تمام اون نفرانی که عین حال ما را تماشا کرده ایستادند خواهش آن را دارند که درباره شخصیت شما معلومات بیشتر داشته باشند. تشکر زیاد. طاهری شکرانه هستم. دانشجوی کورس سیوم فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان و همزمان شرکت کننده دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در سال روان. احسن به شما. ما این غالبیت بزرگ را برای شما صمیمانه مبارکباد میگیم. تشکر به پایان. هر چیز مشکلی دارد. شما به اینجا رسیدن، به این زینه بلند رسیدن، چی مشکلی ها را پس سر نمودید تا سزاوار شاه جایزه آزمون مذکور گردید؟ اصلا وقتی که شهر غالبیت را میچشی فرق ندارد که شاه جایزه است، فرق ندارد که جای اول است یا اینکه جای دوم و سوم. از همان شماره غالبان اگر باشه، پس همان کوشش ها، همان زحمت هایی که میکنی و همان رنج ها و بیدارخوابی هایی که میبری برات هیچ است، زیرا که الکی شهد غالبیت همش را برطرف میکند. بله، واقعا هم شما از روی نمینه ادبیات معاصر تاجیک اشتراک نمودید. در اول شما جای اول را اشغال نموده بودید. باید گفت که سال اول نیست که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی شرکت می‌ورزم. سال سوم است و همین 3 سالی که در آزمون تذکر گردیده شرکت ورزیدم از روی نمینه ادبیات معاصر بود و تصمیمی که گرفته بودم در سال اول از دور ناحیوی جای سوم را اشغال نمودم، ولی در دور شهری نتوانستم که از شماره غالبان باشم و سال دوم الکی دانشجو بودم و کوشیدم که بازم شرکت ورزم و با مقصد برسم، ولی در سال دوم در دور شهری آزمون سزاوار مقام دوم گشتم. در دور جمهوریوی باشد یکی از جایهای افتخاری را سزاوار گشته بودم و هرچند که راه افتادگی بازم فراگیرت می شود، ولی بازم یک بیت مددگاری من بود این همه سالها که برغم شپر غم ها اگر خورشیدی باور هست، شب غم را سحر باشد، من این را خوب می دانم. و همین خورشیدی باور بود که به این شهد غالبیت را چشیدن سزاوار گشتم و سال روان در دوره ناحیوی آزمون سزاوار مقام اول گشتم، در دوره شهری نیز سزاوار مقام اول گشتم و نهایت در دوره جمهوریوی پس از آن که نتیجه ها برآمدند و در روی خط در ریتینگ سزاوار مقام اول بودم و از 50 بلی که پیشنهاد شده بود 50 بل را به دست آوردم و نمینه شاه جایزه را اعلان کردند. کوشیدم و عریضه نوشتم تا اینکه یکی از شرکت کنندگان نمینه شاه جایزه باشم، ولی هیچ باور نداشتم که شاه جایزه نصیب من میگردد، هرچند که آرزو میکردم، زیرا که آرزوها هرچند که بزرگ هم باشند اگر قدری کوشش کنی، قدری قوت صرف کنی، شاید که عملی شوند و هیچ زحمت بی‌پاداش نمیماند. و هنگامی که در نمینه شاه جایزه برآمد کردنیشتم، بعضا بودن نفرانی که میگفتند نه از عهده آن نمیبری و همان قوایی که در باطینت باشد اگر کوشش میکردند که خاموش کنند، ولی همان شعله که همان انواری که در دلت موجگ میزند وقتی که باور داشته باشی هیچگاه تو را به عقب بر نمیگرداند و کوشش میکنی که همان شعله و همان انوار خردکک آفتاب شود تا عالم را تسخیر سازد، تا دلها را پرانوار سازد و همه گونه آن نفرانی را که به تو باور ندارند باری دیگر وادار سازی که باور کنند که تو میتوانی.
بله احسن. پس از مشکلی های زیاد رو برطرف نمودن سزاوار شاه جایزه آزمون گشتید شما. مبارک باشد. واقعا هم این یک دستاورد بزرگ است در حیات انسان، صاحب شاه جایزه شدن. و اکنون بگویید که طلبات برای اشتراک در شاه جایزه آزمون، برای به دست آوردن شاه جایزه چی طلباتی رو دارد؟ چقدر رقیب ها بودند، چقدر نفران بودند که برای به دست آوردن شاه جایزه اشتراک نمودند؟ عموما نامینه شاه جایزه وقتی که اعلام گردید طبق نظامنامه داوطلبی که شرکت کننده نامینه شاه جایزه میگردد باید در نامینه‌ای که خودش برآمد میکند سزاوار مقام اول گردیده باشد که این یکی از شرط‌های اساسی می باشد. پس آن شرط دوم این است که 70% همه آن نامینه‌هایی که پیشبری شده است، یعنی 4 نامینه رو بغیر از ایجاد نظم و نثر باید در بر گیرد. ولی از سبب آنکه از آوانی خورده با ایجاد حکایه ها و شعرها نیز مشغول بودم، در دور نهایی با یک شعر ایجاد نموده خود نیز ادبیات نه تنها 4 ادبیاتی که پیشنهاد شده بود از 4 نامینه، بلکه حتی در ایجاد نظم نیز پیشنهاد نمودم نمونه شعر خود را. خب احسن به شما. پس از اینجا برمی‌آید که شما داننده هم ادبیات معاصر تاجیک، اینچنین ادبیات کلاسیکی، ادبیات حتی ادبیات بچگانه هم هستید. پس در آغاز برنامه با تمام اون نفرانی که این حال ما رو تماشا کرده ایستادند چی اهدا میکنید؟ از بس که شبکه بهارستان برای خواهرکان و دادرکان ما است مخصوصا، و من میخواهم که یک شعر لطافت که اینجا برای بهر دادرکان و خواهرکان شیرین زبانمان اهدا سازم که زندگانی ما خود از زمان طفلکان شیرین زبان منشأ میگیرد. خوشبختی در زبان ایشان نهفته است که امان توسط شعرهای ایشان روی زبان می آیند. نشافرین جانی امک در سرکی خانی امک، بینشسته مهمانی عزیز دلون جسد خند و مویز، دسترخوانی اولی بین طبقچه خالی بین. آفرین. شکرانه بانو، شما ایام طفلی خود رو در کجا سپری کردید؟ یاد دارم که به باغچه می رفتم ولی باغچه رو نه اونقدر دوست می داشتم. یعنی در پایتخت زندگی کردید؟ بله. و وقتی که باغچه اگر بیبیم بابایم یا که نزدیکان پدر و دیگر نزدیکانم می بردن بونه می کردم و به طرف باغچه نرفته باز یگان چیز از مغازه ها خریده سوی خانه می آمدم. ولی وقتی که مادرم می بردن کمتر از سیاست مادر می ترسیدم و تنها به همون سیاست مادرم باغچه می رفتم و همین بود که من تا آخر با باغچه نرفتم و دیپلم ختم رو نگرفتم از باغچه. باغچه نگرفتید. خب تحصیل ابتدایی رو در کجا گرفتید؟ وقتی که به صنف یکم قدم ماندم به مکتب میانه رقم 46 و صنف اول رفتم و معلمه اولین من حسن و صباحت می باشند و پس آن از صنف چهارمی هم یعنی از سال 2014 به لیسه رقم 2 برای خوانندگان بالایقت شهر دوشنبه انتقال یافتم و در آنجا با معلمه امریکا و که راهبر صنفم بود بیشتر آوانی طفلانی خود را گذراندم. پس آن تا صنف 11 راهبر صنفمان و معلمه زبان ادبیاتمان عبدالوحید و موجوده بودند که دستگیریمان میکردند. پس آن بسیار استادانی بودند که در آوانی خورده دستگیر و مددگارم بودند و برای علم آموزی برایم کمک میکردند، از جمله استاد زایروف، استاد فیضعلی، استاد سراج زاده و بسیار دیگران. ولی از سبب آن که به شعر نویسی نیز مشغول میشدم الکی از صنف هفتمی هم با اتفاق نویسندگان همکاری داشتم و در یک هفته اقلا یک بار کوشش میکردم که رفته با استاد عجمی مشغول شعر نویسی باشم و ایشان بسیار هم دستگیر و مددگارم بودند. روحشان شاد باشد و فکر میکنم که از این غالبیت هم در روح ایشان بسیار هم شاد شده است. بله. و اهدا میسازم غالبیتم را براشان که بسیار هم واقعا هم ارزنده بودند. خوب، شکرانه. شما از خوردی آیا علاقه‌مند ادبیات بودید؟ بله، وقتی که بعضا در جامعه ما گوناگون
افکاری یعنی اندیشه هایی که ضد هم میآیند بسیار هم به چشم میرسند که باعث تاسف است و چنانه که پیشوای معظم ملت در اقدام پیش گرفتهشان تاکید کردند آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است بین قشرهای مختلف جامعه نوابسته از کسب کار نوابسته از سن و سال نوابسته از مناطق باید برگزار گردد ولی چنانه که علاقه در سامانه ها از تبریکاتی که پیشنهاد میگردد بعض نفران پیدا میشند که میگویند نخود حقوق شناس آمده در ساحه ادبیات شعرخوانی کنند آیا دزدان را با شعر دستگیر میکنند پگاه همین گونه سخنانی که بعضا بر روح انسانیت تاثیر میرساند و برای چنین نفران میگویم که انسان در تمام ساحه در تمام جبهه که نباشد باید دستور ادبیات باشد زیرا همان ادبیات است که ادب را به انسان می‌آموزد خاکساری را در نهاد ما جا می‌دهد و پیش از همه باید تذکر کنم که در خون ملت تاجیک شعر و شاعری کتاب دوستی و کتابخوانی در شریانش جا دارد که آن را هیچ زدوده نخواهد شد و این همه دوستداری ادبیات از نیاگانمان به ما میراث مانده است و از خورده راستی به مطالعه جدی ادبیات از صنف ششمی هم پرداختم که اولین کتابی که پدرم برایم خریدن از مغازه کتاب مرگ سودخور بودند که من فکر میکردم در همین مقاومه کتاب غلط رفته است این کتاب مرد سودخور نام دارد و همان حرف گ باید د باشد و هرچند که کتاب را علاقه خریده بودم به مقاومه‌اش باور نمیکردم و وقتی که خواندم کتاب را به اتمام رساندم بعد فهمیدم که غلط نه و درست بوده است مرگ سودخور بوده است احسان به شما خب هر نفر برای موفق شدن خود یک راهنمایی دارد نفری هست که اون رو راهنمایی میکند راه درست راهی که زودتر اون رو به موفقیت میرساند شما در این راه که راه استاد خود میدونید یعنی کی هست برای شما کمک میکند راهنمایی میکند شما رو عین حال از هرچند که دانشجو هستم از دانشگاه استادانی بهترین راهنماییمون میکنند ولی استادی که در ساحه ادبیات با آنها بیشتر همکاری دارم استاد طالبی لقمان میباشند و اینچنین با دیگر نویسندگان و شاعران نیز از قبیل استاد بهمنیار استاد سیراج‌الدین اکرامی استاد صبوری استاد رستمی وهاب و دیگر استادان که در اتفاق نویسندگان کار و فعالیت میکنند با استاد خیراندیش که محفل همیشه بهار را میبرند و ما خیلی از قریب از سال 2017 است که در محفل هایشان شرکت می‌ورزیدم و لحظه های بهترین حیاتم را لحظه های بهترینی که آوان کودکی هم بود در آنجا سپری نمودم و بازم یادآور میشم از آن که من از سال 2018 طبق کاستینگ که اعلان گردیده بود در تلویزیون بهارستان و در برنامه یک ساعت همچون راوی برنامه و همچون برنده بخش یک هنر برآمد میکردم و تا آوانی که دانشجو گردیدم در شبکه بهارستان به حیث برنده فعالیت میکردم و همزمان در دوبلیاژ های فیلم های تصویری و فیلم ها آواز میدادم که برایم بسیار هم فراموش نشدنی است تا حال وقتی که در آینه نیلگون شبکه بهارستان را تماشا میکنیم و در انجامی امان فیلم ها یا اینکه فیلم های تصویری به نقشه آواز دادن وقتی که شکرانه طاهر میگویند بسیار هم دلم گم میزند چشمانم ریق آب میشود یعنی حالا هم امان شعله محبتی روزنامه‌نگاری در دلم نهفته است. تشکر شکرانه. برای بینندگان عزیز واقعا هم شکرانه بانو با تلویزیون بهارستان همکاری زیست داشتن و البته راوی برنامه هم بودن راوی بخش هم بودن. بیایید یک لحظه از فعالیت شکرانه بانو در تلویزیون بهارستان آگاهی پیدا کنیم. چون همیشگی بخش نوبتی یک هنر در ادامه نمایش یک ساعت منظور شماست. دوستان عزیز این نوبت ما به شما طرز آماده نمودن قوطی جواهرات را نشان می‌دهیم.
بینندگان گرامی، این بود بخش نوبتی یک هنر در ادامه نمایش یک ساعت. بله بینندگان عزیز، واقعا هم هر نفری که کتابخوان و کتاب دوست است از خوردی البته کوشش می نماید در جامعه فعال باشد، در تمام شبکه‌ها فعال باشد. نوبسته از اونی که شکرانه در فاکولته حقوق شناسی تحصیل می نماید البته علاقمند ادبیات است. این از آن شهادت می دهد که هر فردی توجیک، هر نفری که غرور ملی دارد البته باید ادبیات پرغناوت خلق تاجیک خود را بداند و تاجیکستان عزیز را در عرصه جهانی معرفی کرده تواند. خب اکنون شکرانه بیاید بهره آن نفرانی که این حال ما را تماشا دارند باز یک شعری دیگر، شعری وطن دوستانه اهدا کنید. غزل از رحمت نظری. ای جانی جانی من، جانم فدای تو. ای عشق ای وطن، جانم فدای تو. ای ریشی ریشگی، سوزی همیشگی. ای مهری بی سخن، جانم فدای تو. طوفان خون من، طغیان خون من. ای نفس زیستن، جانم فدای تو. ای آتش دلم، از آب و از گلم. سوزان زبانه زن، جانم فدای تو. بود و نبودی من، ای عشق ای وطن. در جنگ تن به تن، جانم فدای تو. خاکم کنی اگر، پاکم کنی دیگر. بی گور و بی کفن، جانم فدای تو. احسن، آفرین، قرائتی خیلی عالی. و بگوید که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در حیات شما چگونه نقش دارد؟ عموما 3-4 سال آخر حیات من مخصوصاً با همین آزمون وابسته گردیده است که هر لحظه، هر ساعت و هر دقیقه که سپری می نمودم الکی به یاد دورهای من بعده آزمون، یعنی زینه به زینه سپری گردیدنی آن بود و همیشه آرزو می کردم این جایش را گیرم و این جایش را گیرم. همینطور دنباله آرزوها سفر نمودیم به این دیار شاه جایزه. بهترین زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. خب شکرانه، بیایید درباره دوره نهایی آزمون کمی صحبت میکنیم. بگویید که برآمد شما در نزد حکمان چگونه صورت گرفت؟ آیا بودند سوالهایی که با آنها جواب دادن نتوانستید شما؟ عموما وقتی که آزمون شد، وقتی که سوال دادند، بعضا نمی شود که به همه سوالهایشان جواب دهی. بعضا نفران مشاهده کردم که میگن یک سوال رو ندانستم تمام. نه، خیلی نمی شود. می شود ها، بله ندانستم. بعضا چیزهایی که می دانستم در زبانم نآمدند، در یادم نآمدند، ولی بازم نمیدانم برتری به همان رقیبان میدهند که خوبتر برآمد میکند و که شماره ادبیات های بسیارتر خوانده است، یا که صفت آنها چگونه است و همه گونه همون طلباتی که نظامنامه آزمونی تذکر گردیده پیشنهاد می نماید اهمیت داده می شود. و از دور نهایی آزمون چنین میگویم که وقتی که در صحنه برآمد میکنی یک آتشک در دلت علنگه میدهد و یک امین 5 اعضای حکمانی که بودند، یک نفرشان معلمه زمیره المصری از شهر خوجند تشریف آورده بودند که بسیار هم شرکت کنندگان از سوالهایشان میترسیدند، زیرا که از داخل کتاب، از رفت سوژه بسیار هم سوالهای جانناک پر اضطراب میدادند که بعضا در خاطر نمی آمد جایهایی که اهمیت نمیدهی خوانده میروی. شکرانه بانو، واقعا هم هر یک چیز سیر دارد. شما سیری موفقیت خود رو در چی میبینید؟ من یکی از زینه های اولی سیری موفقیت پیش از همه باوری به خود است که تو را وادار می سازد که نقشه گذاری کنی. نقشه های خالی نه، نقشه آرزوها، یعنی آرزوهایی که رقم گذاری می شوند و تو قدم های من بعدت رو می گذاری برای عملی کردن آنها. و وقتی که از ادبیات جهان اثر جک لندن یعنی مارتین ایدن رو مطالعه نمودم، عموما نفری که در اول مارتین ایدن شخصی بی‌سواد بود، وقتی که خواندن و نوشتن رو به او نشان می‌دهد و او
کوشش میکند که در طول 2 سال یکی از نویسنده های شود که او را آرزو کنند. هرچند که در اول برای اظهار محبت میکند، از ناداری او رو فشار میدارد و با گپ مادرش کار کرده رد میکند، ولی پس از آن که شهرت مییابد، پس از آن که اینقدر رنج ها را پسی سر میکند و شهرت مییابد و که نویسنده موفق میشود و به نزد او میآید. زندگی خود میدانی مبارزه است. هیچگاه باید از مغلوبیت یا اینکه از ضربه هایی که زندگی برات میدهد باید روح شکسته نشوی. بعضا شرکت کنندگان آزمون را میبینم که اگر جا نگیرند من دیگر اشتراک نمیکنم، برای آزمون در کار نیست، همش دروغ است میگویند. نه، اگر آزمون برای شما یک جای را نداده باشد باکی ندارد. شما به اطراف نگاه کنید، بعضا نفرانی هستند که دست ندارند، نفرانی هستند که پای ندارند، فرزند ندارند، نفرانی هستند که پدر و مادر ندارند، نفرانی هستند که هیچ چیز ندارند ولی بازم به خود باوری دارند. درست. تشکر. بله بینندگان عزیز، واقعا هم هیچگاه برای خود نگویید که من غالب نشدم و دل شکسته شوید. ببینید که این آزمون رقابت است، نه همه غالب شده میتوانند. البته در اونجا یک شماره معین است که باید آنها غالب شوند. برای همین هیچگاه دل شکسته نشوید، پیوسته تلاش ورزید تا موفق شدن. بینندگان عزیز، برنامه ما ادامه دارد و این لحظه ما از شکرانه بانو میپرسیم که چقدر وقت خود را به کتابخوانی میبخشد. من نه تنها در خانه بلکه در همان وقتی که در دانشگاه درس هایمان را میخوندیم و وقتی که نوبتم می آمد و درس را جواب میدادم، پس آن کتاب بدیهیم را برای میز گذاشته مطالعه میکردم و کوشش میکردم که لحظه هایی که برای آزمون الکی نزدیک میشود فرصت بهوده نروند و هر لحظه را با منفعت استفاده برم. و چنانه که پیرمرد و بحر یک اثر ارنست همینگوی تلقین میکند انسان را تا اینکه مبارزه برد. مثلا همین پیرمرد سانتیاگو 84 روز به بحر میبراید. برای چی؟ برای آنکه یک ماهی بدارد. و وقتی که یک پیرمرد که الکی سینش از 80 بالا است کوشش میکند که برای یک ماهی اینقدر مبارزه برد، پس ما اینقدر جوان هستیم، اینقدر شور و غلیان داریم در دل، نخواد که برای ملت خود، برای خدمت کردن به دولت خود، برای پیشروی جامعه، منفعت جامعه سهمگزار نباشیم. همین پیرمرد وقتی که 85 روز کوشش میکند در آخر ماهی میدارد که بسیار هم کلان است و به مقصد خود میرسد. و باید تذکر کرد که در اثر دیگر یعنی کیمیاگر پاولو کوئلو تلقین شده است که وقتی که یک نفر کودکی خردکک همین چارواداری میکند در یکی از همان بتخانه هایی که در اسپانیا هست، در آنجا وقتی که پادبانی میکند خواب میبیند که در اهرام های مصر طلا نهفته است و همان گنجینه رو میجوید و هم از آبها رو پسی سر میکند و وقتی که به پیرامید یعنی همون اهرام های مصر برسد، در آنجا یکی از دزدانی که در همون روبرو می شود همون یک پاره طلایی که با کیمیاگر آمیزش داده ساخته بودند، همون پاره طلایش رو گرفته همون سیری به اینجا آمدنش رو میفهمند، یعنی که اون اقرار می شود که خواب دیده بودم که در اینجا طلا نهفته است و همون دوزان سردار دوزان میگوید که تو احمق بوده ای. من نیز یک بار خواب دیده بودم که در همون پرستشخانه‌ای که در اسپانیا هست، در همون پرستشخانه کهنه و فرسوده، در آنجا در تگی درخت چینار یک صندوق پر از جواهرات است و این پسرک همون جایی که خود پادبانی میکرد به یاد میآورد و میرود همون جا را جستجو میکند. در همون جایی که خود از همون جا منشأ گرفته بود آرزویش، یعنی منشأ جستجویش، همون جا را میکوبد و صندوق جواهرات را مییابد و به مقصد خود میرسد. و وقتی که این اثر رو مطالعه نمودم در جایش چنین نوشته شده بود که اگر به کار همت بندی تمام دنیا، اگر
تو خود ذره کوشش کنی ولی در برابر تو تمام دنیا به تو کمک میرساند. و در رفت آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. من این چیز را مشاهده کردم، یعنی در دور نهایی وقتی که در شاه جایزه برآمد میکردم، بجز نمونه خودم 3 نمونه دیگر، یعنی نمونه ادبیات بچگانه، نمونه ادبیات کلاسیکی و نمونه ادبیات جهان پیشنهاد گردیده بود که برایم دوستانم که از این 4 نمونه برآمد میکردن بسیار هم کمک کردن. کتابهایشان را می آوردن، در خانه برده مطالعه میکردم، با آنها سوال جواب میکردیم، بعضا جایهایی که نمیفهمیدم، بعضا شعرها را با من سوال جواب میکردند و میپرسیدند. از همهشان اظهار سپاس میکنم که در آن لحظه هایی که واقعا هم به کمکشان نیاز داشتم در برم بودند و این غالبیت را غالبیتی دست جمعانه میدانم. تشکر از همه شما. خب در آخر برنامه به همه اون نفرانی که ما و شما رو تماشا کرده ایستادن چی گفتنی دارید؟ به همه اون نفرانی که عین حال ما را میبینند جهانی مهر و محبت را اهدا میسازم. بگذار همیشه خنده در لب باشند، بگذار همیشه خانه آباد، دسترخوان پرناز و نعمت و پیش از همه چون شبکه بهارستان شبکه خردترکان و کودکان است، بگذار خانه آباد داشته باشند، یکایکشان خوشبخت باشند، زیرا که خوشبختی منشأ همه روزگار آباد و آسوده است. و بگذار صلح پایدار در جامعه باشد، زیرا که همین فضای صلح است، فضای آباد و آسوده کشور است که ما به این دستاوردها نائل می‌گردیم. تشکر به شما. بار دیگر این غالبیت مبارک باشد به شما. تشکر زیاد. شما را بار دیگر به برنامه خوش آمدید. همزمان در این برابر من نیز برای دعوت صمیمیتان اظهار سپاس میکنم. جهانی سپاس. خب من بسیار میخواستم که با شما صحبتی طولانی داشته باشم، ولی متاسفانه وقتی که به برنامه ما جدا شده است در اینجا به سامون میرسد. خب غالبیت بار دیگر به شما مبارک باشد. تشکر. بینندگان عزیز یادرس میشویم که ما صحبتی داشتیم با گیرنده شاه جایزه آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است در سال 2023 شکرانه طاهری. در اینجا ما میرسیم به فرجام برنامه انیسی کنجی تنهایی. تا برنامه های دیگر تنسیت و پیروز باشید و اگر شما نیز خواهید که صاحب شاه جایزه شوید پس همیشه کتابخوان و کتاب دوست باشید و در آزمون های جمهوری صادقانه شرکت ورزید. اگر شما میخواهید که در برنامه ما اشتراک نمایید پس با رقم های زیرین 881 81 39 39 تماس گیرید.